آقا سلام، شبتون اناری، چشاتون ورقلمبیده، نگاهاتون تراشیده. خیلی خوشم اومد که امشب در کنار شما هستم و آقای کی احمدی مقدم مهمان برنامه امشب ماست. اشتباه نکنید این برنامه چی راز بقا نیستش. اسم این برنامه از چراغ خاموش. آقا چراغا رو خاموش کنید لطفاً. روشن کن. آقا روشن کن، ما همینجوری تو نورم قیافه ایشون ترسناکه. حالا تاریکی که اصلا نمیشه تحملشون کرد. آقای احمدی مقمپز احمقی از دم. حالا کاری نداریم. آقای احمقی از غم، ما که میدونیم، من خودم تو فازتم، تو نختم، یعنی میدونم تو هر شب با این بچهای کلانتریه این ور اونور که هستین، خلاصه یه آب شنگولی، آب انگوری، حب انگوری، خلاصه بالا و پایین و 10 و 11 و اینا، یه داستانایی داریم با هم دیگه. میخوام بدونم که خلاصه کل داستان همینه یا نه؟ کل داستان همینه، چون پس برنامه‌ای که برای مقام عضو داریم اونا چی میشه پس؟ این همه داستان نیست. ما برای تریاکی ها هم برنامه داریم، ولی یه دفعه نمیتونیم. چرا؟ حالا ما اراده کنیم. سازوکارش هم باید وجود داشته باشه. بابا هست که من دارم بهت میگم سازوکارش هم اونجا هست دیگه. تو صحبت اونجا چیدن بابا. تو همینطور نگاه کن، بافور مقام عظما آدم آتولی و وشودونی و الویو. من بهت میگم اصلا همینجا هم هست. باش الان ناجور ها. ببین آنا، تو که دست تو کار هست خدا وکیلی. میخوام ببینم تو که دست تو کاره، میخوام بدونم این تایوانیاش هست دونه ریزا، اونا الان تو بازار قیمتش چنده؟ اون 80,000 تومان بود پارسال. امسال آوردیم تبدیلش کردیم به 40,000 تومان. خب بابا طرف نداره دیگه، 40,000 تومان از کجا مرداره بیاره؟ خب میخوام بدونم این بابا که نداره تو چجوری میسازیش؟ اگرم نداشته باشه به بهزیستی میتونه مراجعه بکنه و کمیته امداد باز کمکشون کنن بخشی این مبالغ رو که کمتر هم حتی تا مجانی. کمیته امدادم؟ تو حقته بفرستم یک آبخونکی بخوری گوشه زندان دلت تو. زندان ویژه کیه؟ ویژه معلومه. خب معلومه ویژه مقام عظما و خلاصه اون احمدی نژاد تو خودت تو خلاصه همه اینا. اما سوال اینه که الان سالیان ساله این مقام معظم پامنقلیه. یعنی میخوام بدونم که هم خودش هم تمام این مجلس‌های دور و برش و کل این آیاتی که دور و برش هستن، ما ام القرای عملی ندیده بودیم خلاصه تو این وسط. من می‌خواستم بدونم که اینا همشون چرا اینجوری ان؟ خانواده اینا رو طرد کردن. اینا به لحاظ روحی راست میگی، شلشونه فروپاشی شدن. یعنی اینا آدمای شما میگی مواد شما میکشه، میگه من دوست دارم زودتر بمیرم. نه این که میگی سر عمل مقام عظما، اگه هر کی دیگه هم جای این بابا باشه خب خلاصه دوست داره بمیره. مقام عظما که دیگه سهله بابا، این بابا زیر این فشار و فشورا شده این انار آبلنبو توی مایا. اما سوالی که الان بیشتر مطرحه، میگن نظام جمهوری اسلامی 2 میلیون نفر بسیجی حاضر به عراق داره که حاضرن به خاطر نظام جمهوری اسلامی هر کدومشون یه حسین فهمیده بشن. 2 میلیون نفر نیست، 4,000 نفر تو کل کشور. تموم شد. حالا 2-3 هزار نفر هم فراری هن. نه نداریم همچین صحبت. خواب داریم 4,000 تایی هم که داری میگی توش دوغ نعنا هم هست. نداریم همچین صحبتی که تو داری با من میکنی. حالا باش فرض کن که ما قبل تو فضای نظام چطوره؟ آشفته، به هم ریخته، در هم و بر هم. اینکه فضا چه هست خب خودمون داریم میبینیم. نه اینو که منم دارم میبینم، ولی میگن آخراش یعنی رپت پتو میگن ولی خودمون میبینیم دیگه، بعدش بگیم میگن نهاد ریاست جمهوری تو هر کشوری از مهمترین مراکز دولتیه. تو این نظام جمهوری اسلامی چه جور مرکزی شده مرکز قاچاقچی و مواد فروش و شرور و زورگیر و خفتگیر و غیره و اینها. خفته کی رو بگیری پرروگری نکن واسه من. مرکز چی میخوای راه بندازی؟ همینجا میارمت سر خط، ای ته خطم باشه همینجا گونیات میکنم خطکش 15 سانتی. گرفتی یا نه؟ گوریل. من خودم شخصا میخوام تو نورپردازی و گیری به صورتت میخوام دست ببرم. اصلا مگه میتونید شما؟ که من میتونم چی آقا رو همچی میکنم که از تو گنده ترش قرمه کردم. چی خورش آلو چی آقا رو بابا بس من نیستی که میتونم یا نه؟ بس اینه که تو میتونی تحمل کنی بعضی که من دکور صورتو تغییر دادم بری بیرون با اون پلیس البته کشی کنی یا ابا بیای واسه من یا نه؟ اینه میبینید که ما میتوانیم. یخ کنی. خب برنامه امشب چراغ خاموش در همینجا پایان خودش نزدیک میشه. مرض اوجا بیا این قلاده این بابا رو بگی که یه وقت خلاصه نپره پای ما. چراغا رو خاموش کنید.